بسیار خوب، بریم ساختار پروتئین ها و نوکلیک اسید ها رو کمی بالاتر از سطح کتاب بررسی بکنیم. من این ویدیو رو برای اون عزیزانی دارم میگیرم که قصد شرکت داخل المپیاد رو دارن. بنابراین مطالبی که داخل این ویدیو میگم داخل امتحان ها و پرسش ها نمیخوام ازتون بچه، فقط کسایی که میخوان بالاتر و بیشتر از سطح کتاب بدونن برای اونها دارم این ویدیو رو ضبط میکنم. بسیار خوب، بریم سراغ کتاب. من پوشه کتاب رو باز بکنم. تا من شکلش رو پیدا بکنم، ما شما گفتیم پروتئین ها از چی تشکیل شدن؟ از آمینو اسیدها، درسته؟ خب حالا میخوایم بریم ساختار آمینو اسیدها رو با هم بررسی بکنیم. خیلی خوب، همینجاست. این ساختار یا آمینو اسید بچه. بسیار خوب، ما گفتیم یک آمینو اسید از آمین و اسید تشکیل شده. خب گروه اسیدیش چیه؟ گروه آمینی بهش میگیم. به این سمت چپ که یک نیتروژن دارم و 2 تا هیدروژن میگم گروه آمین. گروه آمین تو بعضی از شرایط خاصیت بازی داره. سمت راست گروه COOH یا کربوکسیل رو دارم، یا کربوکسیلیک اسید هم بهش میگن. این خاصیت اسیدی داره بچه ها. چرا خاصیت اسیدی داره؟ چون میتونه هیدروژن رو جدا بکنه و داخل محیط آزاد بکنه. فکر کنم اینجا سمت راست نداریم. تو بعضی از شرایط میتونه این یه دونه هیدروژن رو اینجا که OH داریم این پایین، میتونه هیدروژنش رو آزاد بکنه داخل محیط. هر مولکولی که بتونه یون هیدروژن یعنی H مثبت رو داخل محیط آزاد بکنه یک اسید محسوب میشه بچه. من برام مدام پیام میاد، برای همین قطع میکنم بچه. خب بازخواهیم کنم. پس یک آمینو اسید از چیا تشکیل شده؟ سمت چپ گروه آمین رو داریم، سمت راست گروه کربوکسیل رو داریم، خاصیت اسیدی داره. وسط یک کربن مرکزی داریم که بهش کربن آلفا هم میگیم، اسمش مهم نیست، اسمش رو گذاشتن کربن آلفا. خب به این کربن مرکزیه یک کربن بچه‌ها میتونه 4 تا پیوند بده. یک کربن چند تا پیوند میتونه بده؟ 4 تا. الان اینجا نگاه بکنیم، این وسطیه، این بالا یه پیوند، سمت چپش یه پیوند، راست یک پیوند، پایین یک پیوند. این کربن اینجا 2 تا پیوند، اینجا یه پیوند، این پایین 3 تا، یه پیوند هم سمت چپش 4 تا. پس یک کربن میتونه 4 تا پیوند بده. خب از سمت راست که به کربوکسیل وصله، از سمت چپ به آمین وصله، از پایین به چه وصله؟ به هیدروژن ساده. از بالا به چی؟ به گروه آر. حالا این گروه آر چیه؟ گروه آر مختص هر آمینو اسیده. ما گفتیم 20 نوع آمینو اسید داریم داخل ساختار پروتئین ها. تفاوت این آمینو اسیدها داخل چیه؟ داخل همین گروه آره. یعنی این قسمت پایینشون، این قسمت داخل همه آمینو اسیدها مشترکه، این گروه آر داخل آمینو اسیدهای مختلف متفاوته. ما گروه های آرمون خواص خاص هر آمینو اسید رو تعیین میکنن بچه‌ها. یعنی چی؟ یعنی این گروه آره که تعیین میکنه آمینو اسید ما آبگریز باشه، آبدوست باشه، بار مثبت داشته باشه، بار منفی داشته باشه. همه اینها رو چی مشخص میکنه؟ گروه آر مشخص میکنه. خب بریم چند تا نمونه گروه آر رو ببینیم با هم. اینا همه آمینو اسیدهایی هستن که داخل یک ساختار یک پروتئین میتونن به کار برن. اگه بشمارشون میشه 20 تا بچه. خب مثلا این بالا این آمینو اسیدهایی که داخل این کاردی که واسهتون میکشم آورده، آمینو اسیدهایی هستن که قطبی نیستن و هیدروفوبن. هیدروفوب یعنی آبگریزن بچه. اینا از آب فرار میکنن. اگه داخل محیط آبی بندازیمشون از آب فرار میکنن.
یکیشون ممکنه فقط یه هیدروژن به عنوان گروه آرش باشه، یکیشون ممکنه گروه متیل باشه گروه آرش، دیگری ممکنه که گروه آرش این باشه این باشه. این باشه داخلش عامل قطبی یا مثلا اکسیژن چیزی نمیبینیم، میبینید همشون با آب قهرن. خب این میتونه آمینو اسیدهای آبگریز ما باشن. مثلا این پایین آمینو اسیدهای قطبی یا آبدوست ما هستن، این بخش که با رنگ سبز گروه آرشون. اینه که برای ما آبی کشیده بار مثبت دارن و خاصیت بازی دارن. اونایی که صورتی کشیده داریم بچه‌ها هاش که اون هاش مثبتش آزاد درسته. پس این خیلی خوب. حالا من یه سوال دارم، ما میخوایم یک پروتئین درست بکنیم، این آمینو اسیدها رو میچینیم کنار همدیگه. خب فرض کنیم من یک پلی‌پپتید دارم، یک زنجیره آمینو اسید دارم. خیلی اینو میگم R1 R2 R3 4 5 6 7 و 8. خب فرض بکنیم اونهایی که شمارشون فرد آبگریزن، اونایی که شمارشون زوجه آبدوستن. زوج رو میگیم آبدوست، فرض میکنیم فرد رو میگیم آبگریز. خب اگر من این پلی‌پپتید رو بندازم داخل یک محیط آبی، بندازم داخل لیوان، چه اتفاقی میفته؟ اون وقت این پلی‌پپتید ما تا میخوره و اون وقت آرهای آبدوست، یعنی اونایی که زوجن، یعنی مثلا R2 R4 R6 و R8 که آبدوستن، میرن سمت آب، یعنی سمت بیرون مولکول. اینجا مثلا مولکول آبن، این وسط اکسیژن، این دوتا هم هیدروژن، با اینا پیوند میدن. خب اونایی که آبگریزن، یعنی اونایی که فرد بود شمارشون کجا قرار میگیرن؟ میان داخل قرار میگیرن، R1 و R3 R5 و R7. چرا؟ چون میخواستن از آب فرار بکنن بچه. چون همه جا داخل محیط پر از مولکولای آبه، اینایی که از آب بدشون میومد فرار کردن، از آب رفتن اون وسط داخل مرکز قرار گرفتن. اونایی که آب دوست بودن بیرون قرار گرفتن به سمت مولکولهای آب، باهاشون دوستن، با اونا میتونن پیوند برقرار بکنن. پس یه تاخوردگی به وجود میاد. حالا من میتونم این تاخوردگی رو به هر شکلی که دوست داشتم به وجود بیارم، هر شکلی که بخوام میتونم درست بکنم. مثلا میتونم باهاش یک آنزیم درست بکنم که بیاد دیساکاریدها رو جدا بکنه، تجزیه بکنه. اینجا یه دیساکارید، مثلا مالتوز، دوتا گلوکوز. خب میتونم یه پروتئین بسازم به این شکل. این بیاد بشینه اینجا و این پیوند رو قطع بکنه که این دوتا گلوکوز از هم جدا بشن. یا نه میتونم شبیه پا درستش بکنم، بتونه راه بره. یعنی یه خورده بد شد، بهتر اینو پاکش کنم. بتونه راه بره. مثال داریم واقعا یک پروتئینی که شکل پا باشه بتونه راه بره؟ بله بچه، مثالش رو داریم. اینها نگاه بکنید اینجا رو. اینجا ما یک
پروتئینی داریم که شبیه پای میتونه قدم بزنه روی ریل و داره چیکار میکنه؟ داره یک کیسه رو داخل سلول یا یاخته حمل میکنه. بچه‌ها نگاه بکنید فیلمشو، ببینید داره قدم میزنه. اینی که داره حمل میکنه کیسه است یا وزیکل هم بهش میگیم. البته اینجا سرعتش خیلی آهسته شده و کم شده، در اصل با سرعت خیلی خیلی زیادی داره عبور میکنه. اینجا به شدت سرعتش رو ما کم کردیم که داره اینقدر آهسته حرکت میکنه. اسم این پروتئینه که مثل پا داره حرکت میکنه بچه پروتئین کاینزین هست. کاینزین. بسیار. پس ما میتونیم اشکال مختلفی رو برای پروتئین ها بسازیم تا برای ما کارهای متفاوتی هم انجام بدن. جلوتر اینجا داریم میبینیم که اگه دو تا آمینو اسید بخوام به هم وصل بشن، این کربوکسیل اوهاشش رو آمین اچش رو میده، گروه آب آزاد میشه و به هم وصل میشن. بچه‌ها این دیگه فکر کنم چندین بار گفتمش و تکراری. و این پیوندی که بین این کربن کربوکسیل و نیتروژن آمین متصل میشه، این آبی رنگه، این بهش میگم پیوند پپتیدی یا به انگلیسی پپتاید باند. باند یعنی پیوند بچه. خب اینجا هم داریم میبینیم بچه ها، اینجا مثلا یه مثال از کاری که پروتئین میتونه انجام بده. ببینید شکل یک آنزیم، میبینید اینجا اومده دو تا مونوساکارید رو از هم جدا کرده. خب اینجا داریم دوباره میبینیم رشته پلی‌پپتید رو داریم میبینیم که میاد پیچ میخوره بچه ها، تاب میخوره. اینجا الان یک مارپیچ برای ما تشکیل داده، اینجا این پایین برای ما صفحه تشکیل داده و اینا میتونن با هم یک پروتئین رو بسازن. الان اینجا میبینیم ما سمت راست یک پروتئینی رو که کلی تا خورده بچه ها. حالا این ساختار پروتئین هموگلوبینه که کاری باهاش نداریم. اما اون فسفات یا فسفوری که صفحه 98 کتابتون گفته داخل ساختار پروتئینه، کجا به کار رفته؟ کجا میتونیم فسفات یا فسفر رو ببینیم بچه ها؟ فسفات اینجا رو بیارم براتون، پاکش کردم. خب یه خورده خلوتش بکنیم. دوباره میکشمش. فرض بکنیم پروتئین ماست که اینجوری تا خورده. این وسط یا مولکول‌های آبگریزن، درسته، آرهای آبگریز، یا آرهای بارداری بودن که همدیگر جذب کردن. مثلا این بارش مثبت بوده، این آر، این بارش منفی بوده و این دوتا همدیگر رو جذب کردن، اومدن در مرکز قرار گرفتن. خب بچه‌ها گروه فسفات چیه؟ PO4 3 بار منفی، یعنی 3 تا بار منفی داره. اگر من PO4 3 بار منفی رو وصل بکنم به این آری که این وسط بار مثبت داره، بار مثبتش تبدیل به بار منفی میشه. خب اگه تبدیل به بار منفی بشه، اون وقت این دو تا گروه آر همدیگر رو دفع میکنن چون بارهاشون همنامن. وقتی همدیگر رو دفع بکنن، این ساختار دیگه اینجوری کروی شکل و مارپیچ نیست بچه ها، باز میشه ساختارش. خب زمانی که باز بشه ساختارش، اون وقت دیگه اون کاری که باید انجام میداد و دیگه نمیتونه انجام بده، یعنی تغییر شکل میده و اون وظیفه‌ش رو دیگه نمیتونه انجام بده، ساختارش به هم خورده. خب زمانی که این اتفاق بیفته، در واقع ما میتونیم بگیم با این فسفاته میتونیم یک آنزیم رو فعال یا غیر فعال بکنیم. یعنی چی؟ مثلا فعال بوده، بهش فسفات اضافه کردم، بار مثبتش شده بار منفی و دافعی ایجاد شده، تغییر ساختار داده، غیر فعال شده. یا اینکه نه، غیر فعال بوده، بارش رو مثبت بوده منفی کردم، وقتی منفی کردم چسبیده به یه بار مثبت دیگه، تغییر ساختار داده، حالا فعال شده. پس من میتونم با این گروه فسفات یک پروتئین رو فعال یا غیر فعالش بکنم. یکی از کاربردهاش اینه بچه.
بسیار. برای نوکلیک اسید ها هم یه ویدیوی دیگه میگیره.